کردین زمان انتخابات که میشه همه افشاگریاشون شروع میشه، همه همدیگر رو به دزدی متهم میکنن. رئیس قوه قضایی یه جور، قوه مقننه یه جور، همشون توی انتخابات که میشه واسه خودشون زبون در میارن. خب اگر قراره کسی دزد باشه باید محاکمه بشه. اگر کسی هم دزد نیست و داره بهش تهمت زده میشه، خب طرف باید محاکمه بشه که چرا تو تهمت زدی. پس اینا یه داستانی که دستشون تو دست همشون هم با همن، هیچ فرق هم واسه شون نمیکنه. فقط این یه شو انتخاباتیه واسه من و شما، واسه سرگرم کردن من و شما، کشوندن من و شما پای صندوقای رای. ولی خیلی شرم‌آوره بعد از انتخابات هیچ کس دیگه هیچ خبری نیست. فقط زمان انتخابات، زمانی که مردم رو لازم دارن همه دزدن. بابا میدونیم همتون دزدین، همتون غارتگرین، همتون اختلاسگرید. دیگه اینقدر با اعصاب مردم بازی نکنید. یه چیزی ثابت شده است دیگه. زیاد ما رو نه دست کم بگیرید، نه خودتون رو خیلی دقت کرد